وطندارای عزیز، سلامتی پادشاه سلامتی عیسی مسیح، خالق و مالک کائنات و منجی بشر بر شما باشه. چقدر خدا را ما باید شکرگزار باشیم که او یک روز دیگر، یک موقع دیگر در زندگی ما و شما عطا کرده تا که ما به این ترتیب بتانیم کلام مقدسش بخوانیم. خداوند واقعا خدای بسیار نیکوست. او دیر قهر است، زود قهر نه. خداوند قهر داره و اما دیر قهر است. از همین خاطر است که او هر روز برای ما موقع میده تا که ما به او برگردیم. عیسی مسیح سلامتی خدا برای ما همیشه اعلام میکنه. اما قسمی که روز سه شنبه گفتیم، خداوند عیسی مسیح میگه ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم بخشید. واقعا او یگانه کسی است که میتونه ما را آرامی ببخشه، سلامتی بده، صلح بده، امن بده در زندگی ما. دیگه هیچ کسی نیست که سلامتی واقعی را برای ما وعده بکنه و یا بده. دهنده سلامتی، دهنده نجات تنها و تنها عیسی مسیح است. دیگه هیچ کسی نیست. هیچ فلسفه، هیچ مذهب، هیچ دین، هیچ انسان، هیچ زیارت، هیچ مقام به جز عیسی مسیح در زیر آسمان بر روی زمین وجود نداره که از طریقش انسان رستگار شود. اگر شما نجات میخواهید، اگر شما واقعا زندگی ابدی را میخواهید، در کلام مقدس خدا بسیار واضح است. در فصل 19 انجیل یوحنا، خداوند خالق و مالک ما، نجاتگر ما، سلامتی دهنده ما عیسی مسیح میگه سلامتی میگه که نجات چیست؟ نجات ایست که عیسی مسیح کسی را که خدا فرستاده او را مردم بشناسه، که مردم خدا را بشناسه و عیسی مسیح را بشناسه. خداوند شما را دوست داره. پشت فلسفه های مردم نگردین. چهار طرفتان سیل کنین. یک بار گریبانتان یک بار ببینین. دیگه نیست همون مثال وطنی که کلاهتان پیش رویتان بانین. یک دفعه کتش فکر کنین. فکر کنین که دنیا در چقدر جنجال هاست. بسیاری کسا میگن ما در حق هستیم اما دلهایشان پر از کینه، خصومت، بغض، عداوت، انتقام است. بعضی از این کسا همین انتقام خدا، همین نفرت خدا به صورت مذهبی بودن خود میکشه. اگر کتی مذهبش هماهنگ نبودی، قبولش نداشتی، و تا میتونه که بکشیده، از بین ببریده. ما در این قسم یک دنیا قرار داریم. آیا خدا همین قسم یک خداست که به نامش مردم اقدر انسانها را میکشه؟ کلام خدا برای ما میگه درست است. میگه که زندگی و موت در دست خدا هست و اما خداوند میخواد ما زندگی داشته باشیم، نه موت. او میخواد ما را نجات بده. در این دنیا او نمیخواد که ما را از بین ببره و اما مرگ ثانی در دست خداوند هست. در این دنیا ما باید به او اعتماد بکنیم تا که نجات بیافیم از مرگ دومی، از مرگ ابدی، یعنی جدایی ابدی از خدا. خدا ما انسانها را دوست داره. خوب چهار طرفتان توجه کنید. در این دنیا هر گروه انسان زندگی میکنه. مسیحی ها هستن، یهودی ها هستن، هندوها هستن، کمونیست ها هستن، مسلمان ها هستن، سیک ها هستن، بودایی ها هستن. هر گروه مردم و هیچ کدامشان هم قانع نمیتونیم که بگوییم که نه، نمک تو نمک مزه نمیته. هر کسی میگه که طعم ما بهتر است، نمک ما بهتر است.
هر کسی دمو چیزی که کلان شدن و یاد گرفتن و نمو را بالا میزنن و بهتر میگن. مسیحیان به همین ترتیب. پس بهتر است که ما دلیل منطقی را گوش بکنیم. دلیل منطقی را گوش بکنیم. کلام خدا بسیار واضح میکنه. در کلام خدا ما میخوانیم که خداوند بنی اسرائیل میگه که من امروز زمین و آسمان به حیث شاهد پیش شما میارم که من زندگی و مرگ، برکت و لعنت هر دو تا را پیشتان قرار دادیم. و اما او به حیث یک پدر بسیار مهربان میگه ما میخواهیم که شما زندگی را انتخاب بکنین تا که شما و فرزندایتان زنده بمانین. همچنین در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که خدا ضرب سوته، ضرب شلاق به زور انسانها را برای خود نمیاره. بسیار واضح، زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود. متوجه باشین که خدای کتاب مقدس اصولی برای ما میگذاره که من شما را در قدم اول آنقدر محبت کردم. بعد از محبت خود که او یگانه فرزندش را داد. در کلام خدا نوشته است خدا یک فرزند داره، عیسی مسیح، و او هم یک فرزند خود حتی داد برای قربان شدن به خاطر ما انسان ها. بعضی کسایی را میگه این بی منطقی است، خدا چه نیاز داشت که این کار را بکنه؟ بله، خدا بی نیاز هست، او نیاز نداره، اما ما نیاز داریم. او به خاطر محبت خودی کار را کرد. اینجا فرق بین ادیان و مسیحیت ما میگیم. اما قسمی که شما مذهب خود میگین که خوب است، من میگم که بیا راه من چطور است. من راه خدا به این ترتیب میگم. زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا قضاوت کند، بلکه تا آن را نجات بخشد. آنانی که به او ایمان آورند نجات می‌یابند، اما آنانی که او را رد کنند، به او ایمان نیاورند، آنها زیر قضاوت باقی میمانند. و قضاوت است که نور در دنیا میآید و ما به خاطر اعمال شریر خود، اعمال بد خود، تاریکی را خوش میکنیم. پس اینجا گناه خدا نیست، خدا مقصر نیست، ما خود ما مقصر هستیم که پیامش نمیشنویم. اما آیا او دمی دنیا ما را گردن میبره اگر ما به او ایمان نیاریم؟ دستای ما را قطع میکنه اگر ما به او ایمان نیاریم؟ و یا ما را لعنت میکنه و یا ما را کافر میخوانه و یا ما را مرتد میخوانه؟ نه، در هیچ جای کلام خدا ما ایره نمیخوانیم. درست است کلام خدا اگر ما به عیسی مسیح ایمان نیاریم ما را به ایمان میگه، و اما حکم مرگ ما را صادر نمیکنه که ای را بکش به خاطر اینکه ایماندار نیست. مسیحیت هرگز این را تعلیم نمیده در قدم اول. از همه خاطر است که ما کلمه رحمت، رحیم بودن از کلام خدا بخش میکنیم. در کتاب نوح ما همیشه ای را خواندیم، کلام خدا میگه ای از رحمتهای خداوند است که ما تلف نشدیم. خدا هر روز رحمت خدا جاری میکنه و برای ما یک موقع دیگه عطا میکنه تا که ما به او برگردیم. چه شما مسیحی هستین، یهودی هستین، مسلمان هستین، هندو هستین، بودایی هستین، و چه شما کسی هستین که از ذات خدا انکار میکنین، کسانی را که مردم آل ایتئیست میگن، یعنی کسایی که خدا را انکار میکنن، بی خداها. در حقیقتش هیچ کسی بی خدا نیست، چون خدا خالق و مالک تمام است. زمین و پوری آن از آن خداوند است. او خداوند هر کس هست، خواه شما قبول دارین خواه قبول ندارین، او خداوندتان هست. و اما او اقدر دیر قهر است، اقدر شفیق است، اقدر با محبت است، اقدر پر از فیض است، اقدر رحیم است، اقدر منتظر است که او تا آخرین لحظه نفس زندگی ما، تا آخرین لحظه نفس زندگی ما در این دنیا برای ما موقع عطا میکنه تا که ما به او برگردیم. در کلام خدا ما میخوانیم در کتاب عبرانیان که بر انسان تعیین شده یک بار مرگ. ما همه میموریم، از بین میریم تمامی ما، و اما بعد از مرگ ما پیش
قضاوت خداوند استاد میشیم و خداوند برای ما میگه که من در دنیا شما را تمام عمرتان دادم که به من برگردیم. طبیعتی که ما گذاشتیم آشکارا از ما صحبت میکنه. من خدای نفرت و انتقام، خدای پر از قهر نیستم، من خدای پر از محبت هستم. و اما شما رد کردین، شما خودتان انتخاب کردین جای دیگه برین، شما خودتان انتخاب کردین. او این تحفه را برای ما میته و اما اراده در دست ماست که ما این تحفه را قبول بکنیم و یا رد بکنیم. بگیم نه من توفیق نمیگیرم. اگر نمیگیری پس او توفیق خداوند نجات است، ما نجات خدا را رد میکنیم. ما حیات جاودانه که توفیق خداست او را رد میکنیم. ما خانه خدا که در اوجا باید بریم او را رد میکنیم. خدا مقصر نیست. خداوند میگه که من شما را مواقع فراهم کردم، هر کدامتانه تا دم آخر من شما را موقع دادم. این مربوط به شماست که در خانه من میایین یا کدام جای دیگه میرین. فقط دو جای است، یا خانه من یا مرگ جاودان. خداوند میگه من شما را بسیار دوست دارم. زندگی را انتخاب کنین، زندگی را انتخاب کنین، برکت زندگی را انتخاب کنین. بیاین که در دعا باشیم که خداوند کت هر کدام ما صحبت کنه. من میفهمم که مسیحی ها در 4 گوشه دنیا بسیار در مشکلات زیاد هستند. مسیحی ها از این کشور در کشورهای دیگه میدون و میگریزن به خاطر از که جانشان محفوظ باشه. از ابتدای تاریخ مسیحیت اینم قسم شده. از ابتدای تاریخ مسیحیت اینم قسم شده. مسیحیان زیر شکنجه و آزار و اذیت بوده. برنامه روز سه‌شنبه ما در مورد ازمی بود که ما در شکنجه، در مصیبت، در مشکلات خدا را جلال میتیم. نه تنها خدا را جلال میتیم بلکه حتی دشمنای خود دوست می داشته باشیم. ما داستان شخص داعش که کت داعش بود و او قاتل بود و او بالاخره در نبرد گلوله میخوره، مرمی میخوره، زخمی میشه و در دست مسیحا میفته. در دست مسیحا میفته. کدام مسیحا؟ اونمو مسیحایی که 21 تایشان گردن بریده شد توسط داعش ماه گذشته. او نفر داعش در دست اونمو مسیحا میفته. این مسیحا چی میکنن؟ او را دوا و دارو میتن، زخمایش پاک میکنن و او را کوشش میکنن که زنده بانه و او زنده هم میمانه. از گناههای خود توبه میکنه و به عیسی مسیح ایمان میاره. عمل یک کسی که پیرو عیسی مسیح سینمی قسم است. از همون خاطر است این همیچ است که همون مثال پشتو درست میگه که داگز او دا میدان که کی راست است که در مغالطه است. کلام خدا میگه که کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. زیرا خدا محبت است. و ما دعا میکنیم که خداوند ما را برکت بده که امروز ما این حقیقت بشناسیم، قلب باز داشته باشیم، بدون از اینکه مخالفت کنیم. ای خداوند عزیز تو ما را کمک کن. ای خداوند تو مدد فرما که مردم ما به تو ایمان بیارن، تو را خدای زنده نجاتگرشان بشناسن. به نام مقدس عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. وطندارای عزیز، همیشه میتونین که برای ما تلفن کنین و باور کنین زمانی که شما تلفن میکنین اگر تلفنتان جواب داده نمیشه حتما ما کسی دیگه صحبت میکنیم. بازم دوباره کوشش بکنین. ما دیروز که بسیار از وطندارای عزیز ما صحبت کردیم، سوالاتی داشتن در مورد عیسی مسیح و بعضشان میخواستن بحث بکنن. فرق نداره. من آدم بحثی نیستم و قدر زیاد بحث نمیتونم و ما چیزی که من از کلام خدا میفهمم او را حتما میخوایم که بر شما برسانم. سوال اگر دارین، اگر من نمیفهمم ازتان وقت میگیرم، میگم که خواهش میکنم برای من وقت بتین تا که من این جواب به درستی برتان داده بتونم. اما همیشه شما میتونین تلفن بکنین. تلفن شخصی من هم همیشه برای پرده می باشه 901 313 44 51 و اگر شما زنگ میزنین من حتما تلفن تانه کوشش میکنم وردارم اگر مصروف نباشم
و اگر کسی دیگه گپ نمیزنم بازم کوشش بکنید. 901 313 44 51. خداوند شما را برکت بده. و اما میایم بالای موضوع امروزی که در مورد نجات است. امروز روز نجات است. در کلام مقدس ما میخوانیم امروز روز نجات است، چون نوروز فقط یک 2 روز بعد بخیر هست. در افغانستان، در ایران و در تاجیکستان مردم عید نوروز تجلیل میکنن، عید باستانی نوروز تجلیل میکنن و مردم خانه یکی دیگه میرن، شیرینی بخش میکنن و با هم صحبت میکنن و اظهار محبت میکنن و غیره. و کلام خدا برای ما در مورد روزها چی میگه؟ ما در سال یک بار یک نوروز تجلیل میکنیم و کلام مقدس خدا برای ما میگه هر روز خداوند ساخته، هر روز خداوند ساخته. و هر روز را که خداوند ساخته، اگر شما عهد عتیق فصل اول عهد عتیق میخونید، اوجا هر روز که خداوند میسازه میگه بسیار نیکوست، بسیار نیکوست. هیچ روز بالای روز دیگه برتری نمیده. تنها روز هفتم خداوند آرام میکنه و ما را حکم میکنه که در روز ما آرام بکنیم. از همین خاطر در یک هفته ما چندین روز کار میکنیم و اما یک روز ما چی؟ آرامی میکنیم، آرام میکنیم. روز هفتم. اتفاقا در حساب هفتم اگر شما دهقانی را ببینین، 6 سال مردم زمین دهقانی میکنه، 1 سال دیگر زمین آرامش میتن تا که او 1 سال زمین آرامش داشته باشه تا که بتانه 6 سال دیگه برای ما فصل بده. این از نگاه ساینسی ثابت شده و کلام خدایی را واضح میکنه. کلام خدا برای بنی اسرائیل اینمی حکم کرده بود که دائم این را باید قبول بکنن و اگر تو میکنن خداوند برکت میده. هر چیز خداوند مطابق یک اصول بسیار ارزشمند، اصول بسیار با حکمت است. خداوند ما خدای حکمت است. پس نوروزتان پیروز باشه، نوروزتان مبارک باشه. و اما دعای من است که امروز برایتان روز نو باشه، امروز روز نو باشه. وقتی که در پاکستان بودم و در هندوستان بودم، در پیشی روی دکانا یک لوحه زدگی می بود. من همیشه از طریق از این برنامه گفتیم و در لوحه نوشته بود که امروز نقد بپردازین، هر چیز بخرین، ثواب این هر چیز براتان قرض هست. امروز نقد، ثواب قرض. ثواب برین پیش از دکان این لوحه زدگی است، یعنی او ثوابش نمیآید. کلام خدا از همین خاطر میگه که امروز روز نجات است و موضوع ما است امروز روز نجات است. و آیات را انتخاب کردیم از کلام مقدس خدا و ما دعا میکنیم که باعث برکت شما وطندارای عزیز ما باشه. اگر شما سوال دارین حتما بپرسین، اگر شهادت دارین حتما زنگ بزنین، اگر شعر دارین حتما بفرمایین. کلام خدا میگه امروز روز نجات است. پس ما که همکاران خدا هستیم، پولس رسول میگه از شما که فیض خدا را یافته اید درخواست میکنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند، زیرا او میفرماید در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. گوش بدهید، این زمان مطلوب است و امروز روز نجات است. 2 قرنتیان فصل 6 آیت 1 و 2 این ما میخوانیم. امروز روز نجات است. صبا ما نمیتونیم که منتظر باشیم، چون ما آگاهی از 1 ساعت بعد نداریم که چی خواهد شد. مردم خوشحال هستند، در راه خود روان هستند و یک حادثه میشه و جانها از بین میره و ساعت بعدی را نمیبینن. چی رسد به روز؟ کلام خدا میگه امروز روز نجات است. اگر شما میخواین تصمیم بگیرین که به عیسی مسیح ایمان بیارین، امون نجات از طریق عیسی مسیح او را حاصل بکنین، امروز روز نجات است. بیاین به او ایمان بیارین که او شما را نجات بده. پولس رسول بسیار واضح میکنه، اینجا او میگه که امروز روز نجات است. صبا را کسی ندیده، امروز روز نجات است.
اگر امروز شما ایمان بیارین، کلام خدا برای ما میگه که او شما را با فیض خود شما را نجات میده. این کار فیض خداست و روز نجات از آن خداست و اوست که ما را کمک میکنه. ما خود ما نمیتونیم این را انجام بدیم. نجات از جانب خداست. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم نجات از جانب خداست و به کوشش های انسانی امکان نداره. در کلام خدا در مزامیر 3 آیت 8 و مزامیر 37 آیات 39 و 40 ما این قسم میخوانیم. اول در زبور شریف زبور 3 آیت 8 ما میخوانیم نجات از جانب خداوند است، برکت تو بر قوم برگزیده ات باشد. قوم برگزیده در اینجا بنی اسرائیل میگه و اما هر آنی که در انجیل مقدس یوحنا در فصل اول ما میخوانیم هر آنی که چی یهودی چی غیر یهودی باشه با او ایمان میاره او برگزیده خدا می باشه. کلام خدا میگه که او را خداوند چی برکت میته. برکت چی میته؟ برکت نجات برش میته. نجات از جانب خداوند است، برکت تو بر قوم برگزیده باد. بعد از او ما در زبور 37 آیت 39 و 40 میخوانیم نجات صالحان. هیچ کسی صالح نیست. در کلام خدا ما میخوانیم هیچ انسانی نیست که صالح باشه. هیچ انسان صالح نیست و اما کسی که به او ایمان میاره، کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، خداوند واره صالح قرار میده. نجات صالحان از خداوند است. ما در قدم اول در اینجا خواندیم که نجات از جانب خداوند است. باز میخوانیم نجات صالحان از خداوند است. در هنگام سختی او پناهگاه ایشان می باشد. خداوند مددگار. خدا متوجه باشید ما به کوشش خود، به کوشش انسانی خود، به عقل و حکمت انسانی خود نه، به قدرت خود نه، به قوت خود نه، بلکه این مدد خداست. خداوند مددگار و چی؟ رهاننده ایشان است و آنها را از شریران نجات می بخشد. شریران تمامی شیاطین ایجا شریران گفته میشه نجات میبخشد و حفظ میکند. زیرا به خداوند پناه آوردن یعنی چی؟ زیرا به خداوند پناه آوردن یعنی به خداوند ایمان آوردن. وقتی که ما به خداوند ایمان میاریم به این معنا که ما به او پناه میاریم، چون ما به خداوند میگیم ای خداوند، ما به اعمال خود، به کوشش های خود، به نظر و خیرات خود، به سخاوتمندی خود، به دارایی و پول خود، به زیارت رفتنهای خود و به این رفتنهای خود و این اعمال خود نه، بلکه ای خداوند من خود تسلیم تو میکنم. من عاجز هستم، تو مددگار من هستی، تو رهاننده من هستی. و کسی که به خداوند پناه میاره ما اینجا میخوانیم او را خداوند چی؟ او را خداوند نجات میده. نجات از آن خداوند است، نجات از جانب خداوند هست. ما در کلام مقدس خدا میخوانیم. بعد ما میخوانیم در کلام مقدس خدا در 2 تیموتائوس فصل اول آیت 9 میخوانیم نجات نقشه و اراده خداست. اول نجات از جانب خداوند است و دوم دیگه نجات خداوند نقشه کرده، خداوند اراده کرده. این مربوط به ما نیست. ما گیرنده از این نجات هستیم. یگانه اراده ای که ما میکنیم ایست که او را قبول میکنیم، در حالی که خود نجات به اراده خدا و به نقشه خدا. مثل از این که یک کسی اگر شما را یک تحفه کتاب بده و این کتاب تالیف شده، این کتاب نوشته شده، این کتاب دیزاین شده، نقشه شده توسط از او شخص می باشه، توسط شما نمی باشه، او را تزیین میکنه، او هر صفحه از این را جور میکنه، نوشته میکنه، او را به چاپ میرسانه. به همون ترتیب نجات نقشه و اراده خداست. نقشه کشی به این معنا که او ترتیب میته، ایره او ترتیب میته. نجات ترتیب داده خدا. نجات نقشه و اراده خداست. نقشه و اراده خداست. کلام خدا ما میخوانیم در 2 تیموتائوس فصل 1 آیت 9 میخوانیم خدا ما را نجات داد، خود ما نه. خدا ما را نجات داده، خود ما نه. این از جانب خود ما و کوشش های خود ما نیست. خدا ما را نجات داد
و به یک زندگی پاک و مقدس دعوت کرد. و این در اثر اعمال ما نبود، در اثر کوشش های ما نبود، بلکه مطابق نقشه خود خدا. چی؟ نقشه خود خدا. این به اراده خدا از جانب خداست. این نجات خداوند ساخته و نقشه زیر خداوند ساخته برای ما انسان ها. و فیضی است، نه تنها نقشه خدا، و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی، نه در کسی دیگر، نه در ملائکه خود، نه در انبیای خود، در هیچ کسی دیگر نجات نیست، بلکه در شخص عیسی مسیح، در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرموده. عیسی یعنی جدا شده. خداوند عیسی مسیح برای نظمی ماموریت جدا شده که ما را نجات بده. عیسی به معنای خداوند نجات است. مسیح به معنای جدا شده، مسح شده، یک طرف گذاشته شده برای یک ماموریت بسیار خاص. و این ماموریت مهمترین ماموریت است و اوست که انسانها را نجات بده. بله، ما لایق از این نیستیم، و اما خدا ما را لایق دانسته که ما نجات بیافیم. ما لایق نیستیم، اما خدا لایق دانسته که خدا ای را اراده کرده و خدا ای را نقشه کرده که او ما را نجات بده. چقدر پیام عظیم است. پس نجات در اینجا چیست؟ نجات نقشه و اراده خداست برای ما انسان ها. دوم تیموتائوس فصل اول آیت 9. بعد نجات تصمیم خداست. خدا تصمیم میگیره که ما را نجات بده. ما تصمیم نمیگیریم که خدا نجات بدیم. ما خدا نجات داده نمیتونیم، امکان نداره. مثل از این که ما در یک غرقابی باشیم در مابین بحر، هیچ کسی چهار طرفی ما نباشه که ما را نجات داده بتانه، و در گردابی هم هستیم، در کشتی هستیم و یا به کشتی هستیم، در یک گردابی قرار داریم. اوجا هیچ کسی دیگه ما را نجات داده نمیتونه بجز خدا. هیچ کسی دیگه. ما کسی را نیاز داریم که ما را از گردابی گناه نجات بده. نجات تصمیم خدا تصمیم میگیره در حالی که ما در راه مرگ هستیم، در راه هلاکت هستیم، در راه دشمنی حتی با خدا هستیم. ما در راه انتقام هستیم، در راه نفرت هستیم، در راه بغض هستیم، در راه کینه هستیم، در راه نفرت های بی پایان هستیم. در او حالت است که خداوند تصمیم میگیره که ما را از تمامی از او اعمال زشت و بد و انتقام و پر از نفرت ما را نجات بده. نجات تصمیم خداست برای ما انسان ها. او تصمیم میگیره، خدا تصمیم میگیره که ما را نجات بده. اول تسالونیکیان فصل 5 آیت 9 میگه زیرا خدا ما را برای آن نبرگزید که به غضب او گرفتار شویم، بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یافیم. او ما را برگزید، او تصمیم گرفت که این عمل نیک برای ما انجام بده، چون نیکویی تنها از جانب خداوند مهیاست برای انسان. ما نیکویی نداریم در خود، ما همه گناهکار هستیم، همه از فیض خدا، همه از جلال خدا به زیر افتادیم و این فیض خداست که ما را نجات میده. این بخشش خداست که ما را نجات میده. و بعد نجات خواهش خداست. او میخواهد که ما را نجات بده. نجات خواهش خداست. او میخواهد که ما را نجات بده. کلام خدا در اول تیموتائوس فصل 2 آیت 4 و دیگه آیت هایش برای ما این قسم میگه، خصوصا آیت 4 میگه خدا میخواهد، این خواهش خداست، خدا میخواهد همه آدمیان نجات یابند، نه یک قوم، نه یک ملت، نه یک مردم، نه یک مردم لسان و کلتور دیگه، بلکه همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. حقیقت یعنی چی؟ در فصل 14 انجیل مقدس یوحنا در آیت 6 ما از زبان عیسی مسیح میشنویم من راه، من حقیقت و من زندگی هستم. من راه، راستی و زندگی هستم. من راه، من طریق و من حقیقت و من حیات هستم. اگر به عربی این کلمات بگوییم، اگر به فارسی بگوییم من راه، راستی و زندگی هستم، اگر به عربی بگوییم این طریق
حقیقت و حیات میشه. عیسی مسیح حقیقت است. کلام خدا برای ما بسیار ای را واضح میکنه. چی میگه؟ خدا میخواهد، نه ما. این خداست که میخواهد، این به خواهش خداست، به خواهش خداست. خدا میخواهد همه آدمیان، نه یک گروه، نه یک مردم، نه یک ملت، بلکه همه آدمیان نجات یابند و حقیقت یعنی عیسی مسیح را بشناسند. کلام خدا میگه زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح. دیگر کسی نیست که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. و به خاطر این است که من، پولس رسول میگه که به سمت به حیث واعظ و رسول و معلم ملت ها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم. حقیقت را بیان میکنم و دروغ نمیگویم. یک چیز دروغ نیست، یک چیز پروپاگاند نیست، یک چیزی نیست که هوایی آمده باشه از کدام جایی نه انداختش. این چیزی است که روح خدا برای ما داده، مرا زیر تاثیر خود قرار داده. روح عیسی مسیح برای ما ایره میگه که من این کار را انجام بدم. علتی از این که من پولس رسول که صاحب دارایی و دولت دنیوی بودم، زیر بهترین معلم گمالئیل تعلیم حاصل کرده بودم. در بین اق مردم من کسی هستم که شهریت رومی را دارم. و اما من برای شما میگم که راه نجات تنها از طریق عیسی مسیح. از همین خاطر من ایره وعظ میکنم. یک تلفن داریم از ایوزعلی جان، ایره میشنویم. ایوزعلی جان مانده نباشی وطندار عزیزم. بله سلام. چی حال داری وطندار عزیزم؟ در برنامه آواز مسیح زنگ زدین، بفرمایین. بله سلام، اسم ما ایوزعلی است، از سویدن با شما در تماس شدیم. بله بفرمایین ایوز جان. چی حال احوال است؟ بفرمایین. بله من یعنی 6 ماه میشه سویدن هستم. 6 ماه میشه سویدن هستم. همینجا ما ایمان آوردم. خدا را شکر. پدر افغانستان، پدر مادر من در افغانستان مسیحی بود. مسیحی شدن مقصد ما که چی هستم در سویدن آمدیم. در افغانستان زیاد چی هستم آوازتان درست نمیه برادر من. شما گفتین شما سویدن آمدین و پدر مادرتان در افغانستان به عیسی مسیح ایمان آورده. ایوز جان، آیا گفته میتونین که پدر مادرتان چطور به عیسی مسیح ایمان آورده بدون از اینکه نام کسی را بگیرین؟ چطور به عیسی مسیح ایمان آوردن؟ اونجا و همین تلفن همین شبکه محبت میدید در افغانستان، معلومات هم شبکه محبت گرفته، دیگه کتاب مقدس خوانده. ما هم در سویدن ایمان آوردم. اینجا کلیسا میرم هر یک شنبه. خدا را شکر است ایوز جان، خدا را شکر است. خدا را شکر. خدا هللویا هللویا. ایوز جان، ما خدا را شکر میکنم که شما زنگ زدین. شما قبلا هم زنگ زده بودین، من امروز برتان دوباره زنگ زدم و اما بازم خدا را شکر میکنم که حال شما زنگ زدین و ما بعد از برنامه کوشش میکنم که تان تماس بگیرم، حتما صحبت میکنیم. و اما برای وطندارای ما بگوین که وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردین خداوند زندگیتان چطور تغییر داد. یعنی میره بگوین باعث برکت بسیاری میشه. ما بسیار تغییرات آمدم در زندگی ما شب خواب بودم، خواب میدیدم که در مابین کشتیم طوفان گرفت. یک دریاست طوفان گرفت، بارش کشتی بادی بود، سوراخ شدن، ما غرق میشدم. روح القدس مرا بغل کرد آورد، گفته ما پدر آسمانی تو هستم، ما تو نجات دادم. ما برای
نجات تو آمده. ما خواب دیدم. هللویا هللویا. خدا را شکر میکنیم عوض علی جان. خداوند شما را برکت بده، خداوند شما را قدرت بده که در کلام خدا رشد بکنین. خداوند پشت و پناه شما باشه، خداوند پشت و پناه پدر و مادرتان و دیگه برادرها و خوارایتان باشه و دیگه وطندارا باشه. و عوض جان حتما ما که شما بعد از برنامه صحبت میکنم. اینجا ما دستیدن همراه عبدالله نیکا گپ زدیم. خدا را شکر است که برادر میکا هستین. خدا را شکر است، خدا را شکر است. من حتما که شما تماس میگیرم برادر عزیزم. ما چند دفعه قد شما پیام دادیم، زنگ زدیم، مقصد بله من زنگ زدم امروز برتان زنگ زدم و ما شما نرون دیروز هم زنگ زدم. بله فرق نداره. ما که قد عبدالله بله برادر زدیم همون باز چی میشه. برادر عزیزم حتما من بعد از برنامه که شما صحبت میکنم که تان دعا میکنم. درست است؟ بعد از برنامه من که تان تماس میگیرم. میخوایم برای ما دعا کنیم. حتما دعا میکنم. حتما دعا میکنم. بله حتما. تشکر از شما از برنامه خودتان که ما راهنمایی میکنین. حتما عوض علی جان، حتما منتظر باش برادریم. ما بعد از برنامه حتما که تان تماس میگیریم. یعنی 40 دقیقه 45 دقیقه بعد نظامی وقت ما که شما حتما تماس میگیرم. منتظر باشین. خداوند شما را برکت بده. بسیار تشکر از اینکه شهادت تان دادین. زنده باشید. تشکر. خدا را شکر. خدا حافظتان باشه. خدا را شکر میکنیم که خداوند هر روز افغانای ما را نجات میده. خداوند هر روز افغانای ما را نجات میده. چقدر جای خوشی و چقدر جای شادمانی است واقعا که خداوند مردم ما را نجات میده. بر از این شهادت خدا را شکر میگیم. یک سرود میشنویم امروز و بعد از او ادامه میدیم به تعالیمی که از کلام مقدس خدا. یک سرود میشنویم. آمد مسیحا آمد خوشیها، آمد مسیحا آمد خوشیها، آمد نجات و منجی دنیا، آمد نجات و منجی دنیا. مجسم گشت و کرد سما را، تا بخشد حیات تاریک دنیا. آمد مسیحا آمد خوشیها، آمد نجات و منجی دنیا. چوپانان بودند در خواب آن شب، ظاهر شد یک فرشته ازرق، داد مژده تولد عیسی، روشن ز نورش شد کوه و صحرا. آمد مسیحا آمد خوشیها، آمد نجات و منجی دنیا.
از او گشتن فرشتگانش، چوپانان کردن طبق کلامش، آمدن بیت الله هم حضورش، گفتن سپاس فرزند خدا را، آمد مسیحا آمد خوشیها، آمد مسیحا آمد خوشیها، آمد نجات و منجی دنیا، 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 آمد نجات و آمد مسیحا آمد خوشیها، آمد نجات و منجی دنیا. واقعا نجات از این دنیا و منجی از این دنیا آمده، فقط آوازش گوش بکنین، آوازش بشنوین. او میگه بیاین پیش من شما را آرامش میتم، من شما را آرامش میتم. خداوند چقدر خدای مهربان. شما شهادت برادر ایوز شنیدین از سویدن که چطور پدر مادرشان به عیسی مسیح ایمان آورده. با شنیدن پیام از طریق زمی کانال، از طریق زمی برنامه، خدا را شکر میکنیم و بالاخره خودشان ایمان آورده. عالی، این تماما از فیض خداست، از محبت خداست. ما میخواندیم که نجات خواهش خداست، از جانب انسان نیست. خدا میخواهد همه آدمیان، یک گروه نه بلکه همه آدمیان نجات یابند و پولس رسول این بسیار واضح میکنه. و بعد ما از کلام مقدس خدا میخوانیم که نجات تنها به وسیله عیسی مسیح ممکن است. دیگه هیچ راه و چاره وجود نداره برای انسان. تنها و تنها عیسی مسیح میتونه که ما را نجات بده. تنها و تنها عیسی مسیح ما را میتونه نجات بده. پس نجات تنها به وسیله عیسی مسیح ممکن است. دیگه هیچ راه وجود نداره. اشعیای نبی فصل 45 آیات 21 تا 23 را ما اگر بخوانیم در این پیش از پیش نبوت میکنه. میگه که بیایید با هم مشوره کنید. بسیار جالب. تنها کلام مقدس خدا این برای ما میگه. تنها کلام خدا برای ما میگه که ما دلیل برای شما میتونم، ما به زور نه، یک دلیل برایتان میتونم. دلیل، ما کاملا باز هستم، با آغوش باز شما را دعوت میکنیم که بیاین که مشوره کنیم. بیایید با هم مشوره کنید. کلام خدا میگه و دعوایتان را ارائه دارید که مقصدتان چیست، چی گپ است، چی گپ است. خدای ما میگه من، اینجا در کلام خدا ما میخوانیم خداوند میگه من که خداوند یعنی یهوه. اینجا کلمه خداوند از یهوه گرفته شده، یعنی خدای ابدی و ازلی، خدای حیات. کلمه یهوه از کلمه حیه از زبان عبرانی گرفته شده که در عربی حیات میگه، یعنی نام اصلی خدا حیات هست. حیات از او سرچشمه میگیره. میگه من خداوند و نجات دهنده عادل هستم. من خداوند و نجات دهنده عادل هستم و بغیر از من خدای دیگری نیست. همه این وقایع را از مدتها قبل پیشگویی کرده بودم. اینجا کلمه پیشگویی، خداوند میگه من پیشگویی کرده بودم. کلمه پیشگویی را ما در فارسی میگیم پیشگویی، در عبرانی نبی و همچنین در عربی نبی، یعنی کسی که پیشگویی میکنه. در لسان انگلیسی میگه prophet، prophesying. این میگه نبی اصلی خود خداست، انسان نیست. انسان هایی که از جانب خدا نبوت و یا پیشگویی، کلمه نبی را اگر به فارسی ترجمه کنیم میگه پیشگویی، کسی که آینده را پیشگویی بکنه که آینده چی میشه. هیچ انسان نمیتونه که آینده را پیشگویی بکنه. یادتان باشه در بازارهای کابل و در افغانستان و حتی در ایران هم قسم است، در پاکستان و هندوستان هم قسم، فالبینا ششتن و دستای مردم میبینه که اینی سبایی تو میشه، فلانی میشه، بیمدانی میشه، یا تماما خود میخواین خدا بسازن. آینده را حتی یک دقیقه بعد هیچ کسی نمیفهمه. هیچ نجوم وجود نداره که آینده را پیشگویی بتانه. مثال از او پادشاه که نجومی را خواست که خب
چطور خواهد شد در این پادشاهی؟ من گفت پادشاه سلامت، امی شما خو اینه قدر سال دیگه عمر میکنین، اینه قدر سال دیگه عمر میکنین، ایست نجومی ما، ایست پیشگویی ما. پادشاه گفت خو در باره خودت بگو چطور؟ گفت در سایه شما ما همون مقدر زندگی میکنیم. پادشاه گفت که بیا گردن از زیر ببر. خلاص اون رو زندگیش از بین رفت. خو یک داستانی است که جور شده و بسیار همونطور خشن است، ولی حقیقتی است که ما نمیفهمیم، ما نمیتونیم که پیشگویی بکنیم. تنها پیشگوی حقیقی تنها و تنها خداست. در کلام خدا ما چی میخونیم؟ کلام خدا میگه بیایید با هم مشوره کنید و دعوایتان را ارائه دارید. من که خداوند و نجات دهنده عادل هستم و بغیر از من خدای دیگری نیست. همه این وقایع را از مدتها قبل پیشگویی کردم، یعنی نبوت کردم. من نبی اول، من نبی آخر هستم. عیسی مسیح میگه من اول و من آخر هستم. پس ای همه مردم روی زمین، به سوی من بازگردید تا نجات یابید. به سوی من بازگردید تا نجات یابید، زیرا من خدا هستم و خدای دیگری نیست. من به ذات خودم قسم خورده ام و به صداقت با زبان خود گفتم و هرگز از گفته خود بر نمی گردم که هر زانوی در برابر من خم می شود و هر زبان به نام من تنها سوگند یاد می کند. تنها من لایق ازی هستم که مردم مرا یاد بکنه بگه حقیقت این قسم است. به سرتان حق ندارین حتی قسم بخورین، به هیچ چیز دیگه قسم نخورین. تنها من هستم کسی که شما میتونین واقعا از من ببینین. نبوت حقیقی از جانب من میره. انبیایی که ما انبیا میخوانیم در کتاب مقدس، وار نبی میخوانیم و یار خداوند توسط روح مقدس خود پر میکرد و یا اراده خدا را، چیزی را که خدا پیشگویی میکنه وارا پیشگویی میکرد. به همین ترتیب وارا ما نبی میخوانیم. اینه که وا خودشان به ذات خود نبی بودن، بلکه نبی حقیقی خداست. دیگه هیچ نبی وجود نداره بجز خود خدا. کلمه نبی را که بالای انسانها کلام خدا گذاشته، ای از به خاطر فیض خداست، به خاطر از اینکه خدا ما انسانها را، بنده های نیک خدا، تنها بنده های نیک، بنده هایی که گپ خدا را گوش میکنه، بر ازوا این نام میتکی از جانب من برای مردم بگو. ورنه پیشگویی در دنیا وجود نداره بجز خود خدا. اشیای نبی را بسیار واضح میکنه و در حقیقتش این نبوت است در مورد خداوند عیسی مسیح که هر زانوی خم شود، هر زبانی بگوید که عیسی خداوند است. او خداست، او خداست، از مردگان برخاسته، او خداست. هر زانوی خم شود، هر زبان بگوید عیسی خداوند است. عیسی خداوند است. ما ای را میخوانیم. بعد در اعمال رسولان فصل 4 آیت 12 ما را بسیار واضح تر میخوانیم. نجات تنها به وسیله عیسی مسیح ممکن است. دیگه هیچ راه نجات وجود نداره. تنها به وسیله عیسی مسیح این ممکن است. این همان سنگی از کلام خدایی را میگه در عهد عتیق. در عهد عتیق ما میخوانیم این همان سنگی است که شما بنایان آن را خوار شمردید. شما کسایی که بنا میکنین، شما آن را خوار شمردید و رد کردید. ولی اکنون سنگ اصلی بنا شده، سنگ زاویه، سنگی که تمام تعمیر را به هم پیوند میته و قایم میداره، او سنگ است. ولی اکنون سنگ اصلی بنا شده است. در هیچ کس دیگر رستگاری و یا نجات نیست. در هیچ کسی دیگر نجات نیست و در زیر آسمان هیچ نامی دیگر جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابیم. نجات تنها به وسیله عیسی مسیح ممکن است. دیگه هیچ راه نجات بر انسانها به جز عیسی مسیح وجود نداره. هیچ وجود نداره. و بعد میخوانیم در فیلیپیان فصل
فراموش کردم، بسیار میبخشین، شاید فصل 2 باشه، آیات 10 و 11 میخوانیم نجات تنها از طریق عیسی مسیح است. نوشته است تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی زانو بزنند. ما این را خواندیم قبلا، هر زانوی خم شود. او همه برای جلال خدای پدر و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. یک روز هر زانو خم میشه، چی شما بخواین چه شما نخواین، چی اراده شما باشه چی اراده شما نباشه. به هر صورتی که میشه یک روز تمامی مخلوقات از یک سر زانو میزنن و سر خود میخمن، سجده میکنن و عیسی مسیح را خداوند میخوان. میگه تو تنها خداوند هستی، تو تنها آقا هستی، تو تنها آقا هستی، دیگر آقای وجود نداره. با شنیدن نام عیسی مسیح زانو میزنن تمامی دنیا و با زبان خود اعتراف میکنن که عیسی مسیح خداوند است. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم نجات تنها به وسیله عیسی مسیح ممکن است. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیات 9 و 10 ما این قسم میخوانیم خدا ما را نجات داد. این از عمل خود ما نیست، ما قبلا این را خواندیم. خدا ما را نجات داد و به یک زندگی پاک و مقدس دعوت کرد و این در اثر اعمال ما نبود، بلکه مطابق نقشه خود خدا. مطابق چی؟ مطابق نقشه خدا. از اول او نجاتگر است و او ما را زندگی پاک و مقدس میته و این در اثر عمل ما نیست، بلکه مطابق نقشه خود خدا و فیضی است که از ازل، که او از ازل در چی؟ در شخص مسیح عیسی، در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود. با چی میخونیم؟ آیت 10 بسیار مهم، توجه کنیم. در حال حاضر این فیض به وسیله ظهور نجات دهنده ما عیسی مسیح آشکار شده است. او مرگ را از میان برداشت. دیگه هیچ کسی نمیتونه که مرگ را از میان برداره. در کلام خدا در فصل 15 رساله اول قرنتیان ما میخوانیم که نیش و قدرت مرگ عیسی مسیح با زنده شدن خود از مردگان از بین برد. او مصلوب شد، با مرگ خود حتی شیاطین و مرگ نجات داد. چی میخوانیم؟ در حال حاضر این فیض به وسیله ظهور نجات دهنده ما مسیح عیسی آشکار شده است. او مرگ را از میان برداشت و زندگی فناناپذیر را به وسیله انجیل. به وسیله چی؟ به وسیله انجیل. انجیل یعنی چی؟ یعنی خبر خوش. انجیل قدرت خداست، این خوش خبری است. انجیل قدرت خداست برای نجات هر کسی که ایمان بیاره. از همین خاطر پولس رسول در فصل اول آیت 16 رومیان چی میگه؟ میگه من از انجیل خجالت نمیکشم. چرا از انجیل خجالت نمیکشم؟ میگه به خاطر از اینکه این قدرت خداست برای نجات هر کسی که ایمان بیاره، چی یهودی چی غیر یهودی، هیچ فرق نمیکنه. پولس رسول میگه برای هر انسان این قدرت خداست برای نجات کسی که ایمان بیاره. حال ما چی میخوانیم اینجا؟ میگه که او مرگ را، در اینجا ما میخوانیم او مرگ را از میان برداشت و زندگی فناناپذیر را به وسیله انجیل برای همه آشکار ساخته است. تنها و تنها به وسیله عیسی مسیح ممکن است، توسط عیسی مسیح خداوند ممکن است. این از قدرت انسان، از کوشش های انسانی نیست. و در آخر آیت باز هممو آیت قبلی را بر شما وطندارای عزیز من میخوانم. نوشته است در هیچ کسی دیگری، در هیچ کس دیگری رستگاری و یا نجات نیست و در زیر آسمان هیچ نام جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن ما نجات بیافیم. نجات تنها به وسیله عیسی مسیح ممکن است. دیگه هیچ کسی ما را نمیتونه، هیچ نبی، هیچ فرشته، هیچ زیارت، هیچ پیر، هیچ کسی نمیتونه که ما را نجات بده.
تنها و تنها عیسی مسیح نجاتگر است، چون یکی از نامهای عیسی مسیح سیویور، نجات دهنده، منجی هست. اوست که ما را نجات میده. الفاظ حتی به وجود نآمده که ما بتانیم با او خداوند جلال بتیم به خاطر محبت عظیم او. در کلام خدا در رساله اول یوحنا در فصل 3 در آیت اول ما میخوانیم ببینید محبت خدای پدر را که او ما را چقدر دوست داشت که ما را فرزندان خود خواند. در انگلیسی یک سرود ساخته میگه Behold what manner of love the Father has bestowed upon us. ببینید محبت خدای پدر را چقدر بالای ما او رحم کرده. That we should be called the sons of God. که ما را فرزندان خود خوانده. ایست خدای پدر و محبتش. نجات از جانب خداوند است. نجات نقشه شده خداوند است. نجات تنها خدا داره برای انسان ها، دیگر هیچ کسی نه. و نجات به وسیله عیسی مسیح، کسی را که خدا فرستاد تا که ما را نجات بده و او به خاطر گناهان ما مصلوب شد و ما را نجات داد. وطنداری عزیز، نوروز 2 روز بعد است. شاید امی برنامه را شما در روز نوروز هم بشنوین تکرارشه. و اما امروز میتونه در زندگی شما نوروز بیاید اگر شما به عیسی مسیح ایمان بیارید. بسیار به سادگی شما میتونید زندگی خود بتونید. ایواز جان گفت من به عیسی مسیح ایمان آوردم، گفت که پدر و مادرم به عیسی مسیح ایمان آورده. شما میتونید نمو شادمانی را حاصل بکنید. فقط از گناه های خود توبه بکنین. خدایا من اقرار میکنم که من گناهکار هستم، من از گناه های خود توبه میکنم. من قبول دارم و ایمان دارم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من مصلوب شد. او مرد به خاطر گناهان من، کفاره گناهان من را با خون خود پرداخت، دفن شد، در روز سیوم از مردگان برخاست. ای عیسی مسیح وارد قلب من، داخل قلب من شو و مرا پاک گردان، مرا مقدس بگردان، مرا به فرزندی خود بگی، مرا به حیث بنده خود قبول کن. به نام عیسی مسیح آمین. و او وفادار است و او شما را حتما نجات میده اگر شما صدایش بشنوین. اگر شما بگین بله عیسی مسیح من توفیت قبول دارم، من این محبت قبول دارم. او به زوری کار نمیکنه، بلکه میخواد ما به او ایمان بیاریم. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما وطندارای عزیز ما باشه. و باز هم نوروز برایتان تبریک میگم و امیدوار هستم که این نوروز برایتان روز جدیدتر و روز ابدی نو را برایتان بیاره. در او شاد باشید، سلامت باشید. خداوند شما را برکت بده. همه جلال بر نام خداوند عیسی مسیح. آمین. هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی.